روان حق به نام انقلاب، به پاس خون صلح، به رأی زندگی، قسم به ظلم رفته بر تن زنانگی. گذر کن از تمام روزهای غرق خواب، گذر کن از تمام لحظه های اضطراب. ز طوق بندگی به شوق زندگی، برون شو از جهان سرد و تلخ بندگی. دست در دست هم دریا میشویم، طوفان میشویم، میفروشیم. دست در دست هم مشتای محکمیم، فریاد میزنیم آزادی. برای گیسوان دختران انقلاب، برای مردمان من به رسم انتخاب. نترس و دم بزن، برای حق بزن، بیا برافکنیم درفش جور اهرمن که فردای روشنی در انتظار ماست. فسانه گذشته بر لبان بچه هاست، طنین خنده ها بلند و یک صداست. شعار زن زندگی پیام نسل ماست. دست در دست هم دریا میشویم، طوفان میشویم، میفروشیم. دست در دست هم مشتای محکمیم، فریاد میزنیم آزادی. ای آزادی، ای آزادی. هوا دلپذیر شد بلند کاج بردمید، پرستوده باد گردد نغمه امید. به جوش آمد از خون درون رگ گیان، بهار گذشته پاک فراوان رسد ز راه. بهار گذشته پاک فراوان رسد ز راه. به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز پشت پیکار می کنند، به آنان که با قلم تباهی در رفت به چشم جهانیان بدینار می کنند. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد. و این بندگی و این دور فضل و جد تا سر جهان، به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد.
به خویشان به دوستان به یاران آشنا به مردان تیزتش که پیکار می کنند به آنم که با قلم تنهایی درد را به چشم جهانیان پدیدار می کنند. بهاران خجسته باد بهاران خجسته باد. بندگی و این بار قبر و جد سر تا سر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد نگون و گسسته باد. گفتگو در میانه رویا. نیکا مهسای ما را ندیدی؟ نه، من چهره‌ام له شده، چشمم جایی را نمی بیند، اما می دانم اینجاست، همین دور و برها. تو چطور مهسا جان؟ نیکای ما را دیدی؟ او 5 بهار از تو جوانتر بود. نیکای زیبا را دیدم، آوازخوانان و رقصان، با صورتی له، جمجمه‌ای شکسته و بدنی کبود. اما تنها نبود نیکا، بسیارانی هم آواز بودند در جشن شادسوزان. حدیث، حنانه، غزاله، سارینا و بسیارانی دیگر. من مدام در آنان تکرار می شدم. حدیث گفت شیدا و بیقرار به گرد آتشی که برافروخته بودیم رقصان می سرودیم: زن، زندگی، آزادی. حنانه گفت ما تنها نبودیم، همسرایان ما در جشن روسری سوزان پسران هم بودند، رعنا و عاشق، بیشمار و هم‌آواز. و سارینا در بیقراریش گفت بر سکوی زباله ایستاده بودم، گیسو افشان و روسری چرخان، می رقصیدیم. ناگاه سربازان امام زمان، پاسداران و گورکنان و مداحان همچو اجنه ظاهر شدند. حیدر گویان با تفنگ و باتم و کمند و دستبند و الله اکبر. نیکا گفت اول گیسوان ما را آتش زدند، بعد قلب ما را. غزاله گفت و بعد در های داغداران بیشمار جمجمه هامان را شکستند. حدیث گفت ما که نمردیم ژینا، نشنیدی نام تو رمز می شود؟ نیکا گفت ما باز می گردیم ژینا جان در سرودها و پرچمهای پیروز. سارینا گفت و با گامهای بیشمار مردمان در راه. حنانه گفت می رقصیم در میدانهای آزاد شده. نیکا با هیجان فریاد زد هورا، و من در میدان آزادی میان هزاران هزار مردم رقصان آواز خواهم خواند. غزاله غرقه در اشک شوق هورا، سارینا هورا. سدیس بلوچ با 14 بهار
چون غنچه‌ای شکوفان شد. هورا هورا! در سحرگاهی شنگرف و رنگین کمانی آسمان غمزده سرشار شد از هورای کشتگان جوان و جاده آرام آرام در نوری شگرف روشن شد. درودهای من رو پذیرا باشید بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده پوشش اعتصابات و اعتراضات سراسری در ایران. امروز وارد 51مین روز از انقلاب ایران شدیم. این صدای انقلاب است که با صدای رسا در سراسر ایران طنین انداخته است. صدای سیلی بنیانکن که پایانی بر آن نیست تا پیروزی. برای ارزیابی از این انقلاب همراه هستیم با رفیق حسن حسام، عضو کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران، راه کارگر. رفیق حسن، سلام و درود، خیلی خوش اومدید. درود بر شما. من عضو کمیته مرکزی نیستم، من عضو سازمان راه کارگر هستم. خیلی باید ببخشید. خواهش میکنم. ما اصلا چون این سیستمی نداریم به این شکل معرفی با پوزش. شما باید منو ببخشید. شما رفیق، این شعر که اجرا کردید هر وقت که من گوش میدم واقعا با اینکه خودم اون شعر بر من وارد شد به شدت تحت تاثیر قرار میگیرم. دوستان زیادی هم به من گفتن که این اجرای شما بسیار فوق‌العاده و با احساس. پیش از همه میخوام ابراز قدردانی و سپاس بکنم از شما رفیقانی عزیز. دومین نکته، میخوام سلام برسونم به بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست و عزیزان کمله و دستاندرکاران، با آرزوی اینکه این جنبش نوین انقلابی در راه سرخی که در پیش گرفته با همین صلابت و استحکام عمر ننگین رژیم جمهوری اسلامی رو پایان بده و آلترناتیوی برای ما بیاره که آزادی، برابری و حقوق اجتماعی زنان و مردان رو نهادی کنه و حقوق ملت‌های ساکن ایران رو تأمین کنه، به زبان‌های موجود در ایران گربستان احترام بگذاره و چنان که امروزه در این جنبش عظیم ما دیدیم برخلاف همه ادعاهایی که کردند، خلق‌های ساکن ایران در پیوند با همدیگر و مثابه یک پیکر در مقابل ارتجاع ایستادند و همه جا فریاد میزنند ما مهسا هستیم، اون روز تحقق مادی بیابه. پرچانگی کردم، ببخشید. اختیار دارین. خیلی خوش اومدید و بابت شعرتون این قلم پرسوز و توانا و انقلابی شما بوده و اجرای من کار بسیار بسیار کوچکی است در مقابل جانفشانی این همه جوان در ایران که سینه هاشون را سپر کردن در مقابل گلوله های دژخیمان. خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستم. خب رفیق حسن، همونطور که گفتم چند ساعت دیگه 51مین روز از این انقلاب رو که واقعا گام‌های اولیش رو برداشته در طول این 51 روز داره تموم میشه. ارزیابی کلی شما از این انقلاب چیه تا به امروز؟ سوال بسیار کلیدی است و همه جانبی است، یه خورده به پرچانگی نیاز داره. ما 50 روز پشت سر گذراندیم. این معناش این است که این جنبش سر پایان نداره. این معناش این است که رژیم علیرغم تمام تلاش سرکوبگرانش با شقاوت فاشیستی غیر قابل تصور و کودک کشیش که 47 کودک رو ما میبینیم که
کشته شدن تا این لحظه و گلوله تو گردن بچه میزنن، شکم بچه ها میزنن، بچه کشی میکنه، علیرغم این قضیه که مردم به خانه باز نگشتند. در میبینیم کردستان قهرمان هر روز در این شهر و اون شهر همچنان مردمش در میدانن، در اعتصاباتن و عرض کنم حضور شما در تحصنه هستن. در سیستان بلوچستان با اون قتل عامی که از بالا با هلیکوپتر صورت گرفته، ما میبینیم که همه جمعه ها و همه روزها خصلت قیام و اعتراض علیه نهاد اصلی رژیم، یعنی سید علی جنایتکار داره. رژیم کانونیت نقطه های رژیم برای اینکه این جنبش خفه کنه با دستی به هویج، دستی به چماق و البته با تفنگ به میدان آمده. سید علی خامنه‌ای 4-5 بار که صحبت کرده با فریبکاری تمام گفت بچه‌های دانش آموزا که بچه‌های ما هستن فلان، اینا فریب دائما تلاش میکنه به شکل مضحک و اینو با آمریکا و نمیدونم اسرائیل و اینجور داستانا عوض کنه، در حالی که میدونه این جوانان، این زنان قهرمان در صحنه سراسر ایران فرزندان همین جوان نسل 80 جوانها هستن. این جوانها به استقلال خودشون، حتی این جوانها از این حزب یا اون حزب درس نمیگیرن، خودشون دارن درس میدن به احزاب، خلاقانه با سازماندهی و با ایثار جان عزیزشان در میدانن. بیشرمانه ترین کلام این استش که این جنبش متصل کنی به آمریکا یا هر جای دیگه. 2 دختر عزیزی رو که گزارش قتل مهسا را دادند به عنوان پول گرفتن، دونون رو متهم کردن که پول گرفتن از آمریکا گزارش به و فریاد روزنامه‌نگاران مترقی بالا آمده. این جنبشی که در ایران شکل گرفته و 51مین روزش رو در پشت سر میگذارنه فقط در دیوار بسته ایران خفه نشده، با وجود تعطیل تمام عیار مدیای جهانی، اینترنت و اینستاگرام و چی و چوچا، جهان پشت این قضیه از شما شوخی هست که اینجا میبینی 50 خواننده اون سرود زیبای زن زندگی رو میخوانن. مردم مترقی سراسر جهان در این کره خاکی با این انقلاب هستن. یعنی یک اتفاقی نیست که شما بگید که یک شورشی صورت گرفته، یک وقایع پیش آمده حالا اینجا اونجا حمایت بکنه. نه، این جنبش عظیم سراسری حمایت بی‌دریغ اکثر هنرمندان، نویسندگان، مردمانی که برای آزادی و انسانیت در سراسر جهان نفس میکشند رو در پی داشته، تا حدی که این دولت‌های مرتجع محافظه‌کاری که میکوشند با فشار به رژیم از منافع بیشتری برخوردار باشند و دلشون نه برای جنبش میسوزه نه برای انقلاب نه حتی حقوق بشر، به ناچار مجبور کرده که در مقابل این کشتار و این سرکوبا موزه بگیرن. بنابراین انقلابی که در گامهاش هستیم، این اسمش انقلاب. خود مردم بگه دیگه، نگو خیزش. این انقلابه، این انقلاب نوین با اشکال، ویژگی ها و ساختارهای متفاوتش که اگر وقت باشه ما مورد به مورد رو میتونیم با همدیگر در یک گفتگوی تحلیلی به بحث بذاریم. 1-2 تا نکته کوچیک بگم که بعد دیگه به شما واگذار کنم ادامه دیالوگ رو. میگفتن که یه چیز کوچیکی از این گروه، یه گروه اینجا میان یه گروه اونجا میان. ما میبینیم که در سقز جمعیت عظیم چند هزار نفری، در مهاباد، در از کنم که کرج دیروز، در کرج حرکت عظیم توده‌ای وجود داشته، یعنی همون حرکت میلیونی که میگفتن. ما در این 2 هفته آخر، در این 10 روز آخر به ویژه در این نقطه یا اون نقطه ایران میبینیم و پیوند بسیار زیبا ستودنی. کردها میگن ما بلوچیم، بلوچی ها میگن ما ترکیم، ترک ها. همین دیروز تبریز فریاد در دفاع و برادری و خواهری با کردستان عزیز ما را میداد. بنابراین شما ببینید که همه وجوه یک انقلاب سراسری که خودشو در 3 مؤلفه خلاصه میشه کرد. اینو اگر کوتاه بگیم، اجازه میدارم رفیق کانی عزیز که فقط همین 3 بخش مطرح بکنم. بفرمایید. در 3 مؤلفه این انقلاب چهره و سیماش رو بیان میکنه. 1،
مبارزه بی امان علیه مرد سالاری. ببینید این یکی از کلیدی ترین انقلاب به معنای که مال زنانه نیست. این انقلاب علیه مرد سالاری، این انقلابی است برای نهادی کردن برابری بین زنان و مردان در همه عرصه. دومین مؤلفش این انقلابی است علیه استبداد سیاسی در همه عرصه‌های فرهنگی، مدنی، اجتماعی. چون خود همین خفه کردن زبانهای ملتهای ساکنین استبداد سیاسی است. بنابراین شورش انقلابی است علیه استبداد سیاسی و در کشوری که مردمان خانه خراب شدن، اکثریت مردمان سفره‌هاشون خالیه، سطح بیکاران ابعاد جهنمی داره و جوانان عزیز ما بی آینده هستند، کار وجود نداره، بحران در بحران بالاست و رژیم جمهوری اسلامی فلج مطلقه در کوچکترین حدی از رفرم. بنابراین جنبشی است آشکارا ضد استثماری، علیه استثمار انسان از انسان، یعنی علیه مرد سالاری، برای علیه استبداد سیاسی و علیه استثمار و جنبشی طبقاتی است. بنابراین این ویژگی و همدیگر یک انقلاب رو با معنای جامعش این جنبش در حرکت تکان دهنده و عظیمش داره و حوزه‌های دیگر که واردش میشه. بله رفیق حسن عزیزی از طریق تلگرام برای ما پیام فرستادن از شهر مریوان به نام سوران. نوشتن که دیروز 13 آبان ماه دختر دانشجویی به اسم نسرین قادری در تهران به ضرب باتوم سرکوبگران جونش رو از دست داده. گفتن که شما از طریق تلویزیونتون به مردم بگید که به پیشواز جنازه این جان باخته و به جان باخته برن و با خانواده‌اش همدردی کنن. بله خیلی متاسفیم که روز به روز ما شاهد پرپر شدن مردم عزیزمون مخصوصا جوونا هستیم و در رأس اونا دانشجوها که خیلی پیشرو هستن در این انقلاب. و من هم در اینجا اعلام میکنم که در همراهی و همدردی با خانواده این عزیز جان باخته نسرین قادری، نه تنها مردم ایران و مردم کردستان بلکه همه مردم، نه تنها مردم مریوان و کردستان بلکه همه مردم ایران در سراسر شهرهای ایران اگه براشون امکان داره به آرامستانی برن که این عزیز رو اونجا دفن میکنن و اونجا رو به محل تجمعی تبدیل کنن که یک بار دیگه مردم خشم و انزجار خودشون رو نسبت به این رژیم نشون بدن. خیلی از سوران عزیز سپاسگزاریم سوران جان که این خبر رو برای ما فرستادین و امیدوارم که مثل همیشه مردم همیشه در صحنه کردستان با خانواده این عزیز همدردی کنن و یک بار دیگه این فرصت رو پیدا کنن که خشمش خودشون رو و همدردی خودشون رو نسبت به خانواده نسرین و خشمشون رو نسبت به رژیم ابراز کنن. سپاسگزارم سوران گرامی. بینندگان عزیز شما از طریق شماره تلفن 2045 71 64 5024 شماره تلفنی که در پایین صفحه تلویزیونتون هست میتونید در طول شبانه روز از طریق تلگرام پیام ها، تصاویر و عکساتون رو برای ما بفرستید. رفیق حسن برگردیم به برنامه. یک جمله اجازه دارید در ادامه صحبت شما به سوران عزیز عرض بکنم که به شما بفرمایید. برای اینکه دیالوگ با ایشون هم داشته باشیم و این در برنامه زنده و پرتحرک شما. سوران جان مگر نمیبینی 40 به 40 همه عزیزان ما ایران تکان میخوره؟ 40 ها و هم‌آوازی کردن ها مربوط دیگه به این شهر، این رشتی، اون آمولی، این کرد، اون ترک، اون بلوچه نیست. این هماهنگی عمیقه و یک اتفاق مفتاده. سوران جان عزیز من، هم خانواده های مقتولین، هم مردمانی که به آرامستانها میرند و به تسلیت بازماندگان میرن، به جای اشک‌ها کف میزنند، به جای اشک‌ها تعرض میکنند و سر و گم با جمهوری اسلامی میدن. مادران میگن این هدیه ماست
به جنبش انقلابی و آزادی خانه، یعنی برخلاف تجربه سال 57 که 40 به 40 مثلا منطق 3 و 7 و 40 منطق عزاداری است، این انقلاب سیمای درخشانش رو به حدی گسترده کرده که داغداران عزیز ما کشتگانشون رو بر کف دست دارن و رو در روی انقلاب هستن. بنابراین سورا جان ممکن نیست عزیزی به خاک بیفته و جوانان ایران، مردمان ایرانی روی کار و زحمت هم آواز با داغ دیدگان در اعتراض به اون کشتار نباشه. بنابراین نسرین قادری ما نه فقط تنها نیست، ما هم آواز اوییم و با او هستیم و خواهیم بود تا پیروزی آرمانهای عزیزش. بله سپاسگزارم، دقیقا همینطوره رفیق حسن. خب رفیق حسن، ما طبق معمول 43 سال گذشته رژیم و سردمدارانش هر اعتراضی که روی میده به خارج از مرزها ربطش میدن. این بار هم دقیقاً در سخنرانی هاشون از جمله شخص خامنه ای، شخص اول نظام، این اعتراضات رو که وارد دیگه فاز انقلابی شده به دشمنان، البته به قول ایشان، ربط دادن و میبینیم که مدام دارن این که عربستان رو تهدید میکنن، این که میخوان، خب این یه سناریویه که میخوان افکار عمومی رو به خارج از مرزها بکشونن و حمله به خاک اقلیم کردستان و احزاب مخالف رژیم که در اونجا ساکن هستن. اتاق فکر خامنه ای در چه فکریه؟ میخواد به کجا برسه با توجه به اینکه هر بار این تجربه ها کاملا به ضررش تموم شده؟ چرا میخواد تکرارشون کنه؟ شما دیدید که آدمی که در حال غرقه از آب چنگ میزنه و هر چیزی، هر خس خاشاکی رو میکشه که باقی بمانه. واقعا جمهوری اسلامی و شخص ولی فقیه آدمکش و جانی به نام سید علی خامنه ای همین ویژگی را داره برای به زندگیش. او اگر نگه که آمریکا و اسرائیل و عربستان سعودی و اینجور جاها، البته عربستان تو اون تلویزیون اینترنشنال که من معتقدم که تلاش میکنه در هماوازی با آمریکا سلطنت طلبها رو بیاره، دوباره استبداد سیاه دیگری رو به جای این استبداد برسونه. من واردش نمیشم، ولی مردم فریاد زدن از 2 دهه است که بی خود میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست. دشمنان مردم ایران رژیم جمهوری مذهبی و سرمایه‌داری نامتعارف ایرانه که یک هیئت حاکمه غارتگر، به معنای واقعی غارتگر، که هیچگاه در تاریخ ایران هیئت حاکمه اینقدر سارق غارتگر و در این حال شقاوت مذهبی فاشیستی که دست هیتلر سفید کرده نداشتن. بنابراین شما کینه بی‌امانی که آقای سید علی خامنه ای مردمان سراسر ایران در تمام این مناطق نقشه گربستان دارن، اولین شعاری که میگن مرگ بر خامنه ای، منطق این رو نمیفهمید. اونها درست رأس خیمه نظام را که شما باشید به داردسته جنایتکارتون مورد تعرض قرار دادن. ولی اینها با بمب انداختنهای کثیف سپاه پاسداران و مزدورانش در منطقه برای زیر ضرب قرار دادن نیروهای انقلابی کرد ما که در اونجا فعالند و مستقر هستند برای تخریب اونجا میکنن. ولی کردهای ما تجربه طولانی دارن، انقلاب 57 و جنگ سنندج پشت سر گذاشتن. اونا نسل اندر نسل از در مقابل این ارتجاع سرکوبگر مرکزی به طور ویژه آب دیده هستند. به همین دلیل نگران کننده است برای ما که در بیرونیم، ولی تردید نداریم که اراده نیروهای انقلابی مستقر در اونجا مطلقاً برآب خواهد کرد توطئه ارتجاع حاکم در جمهوری اسلامی و از جمله مزدوران سپاه پاسداران. من تردید ندارم، ولی واقعیت قضیه هستش که اینجا نه فقط ایران، باید اقلیم کردستان هم بجنبه، عراق هم باید بجنبه. عراق حق نداره سکوت کنه، حکومت عراق رو دارم عرض میکنم.
اقلیم کردستان باید با تمام امکانات حفاظت برای نیروهای درست که خودشون به اونا پناه داده و امکانات داده. من جمعی که بگم این هم کردن اون هم کرد، یک بخش قضیه است. انسانهای آزادی خواهی رو بهشون فرصت داره بدوانیم از جانشون، طبیعی است که باید حفاظت کنه و من فکر میکنم این وظیفه رو به عهده داره و میکنه. من جمله بگم، اون که حکومت شیعه عراق با از دوریتی سر جنایات آمریکا و تعرضش که در هم شکسته و جمهوری اسلامی فرصت اونجا جاسازی کرده با حشد شعبی و زهرمارهای دیگر، داد و ستدهای از پهلو با ایران داره. ولی این ترفندها نه اراده کردهای ایران رو تضعیف خواهد کرد، نه اراده مردمان سراسر ایران رو و نه اراده کارگران و زحمتکشان ایران رو. ما همه چشم ما، مگر شما فکر میکنید وقتی که با هلیکوپتر میان بالا بلوچ ها را با گلوله میزنن، وقتی از نماز جمعه در میان دل جان همه ایرانیان نمیلرزه؟ 115 نفر کشته بیگناه اونجا، مگر میشود راجع به این فراموش کرد؟ از همین زاویه ما میبینیم که وضعیت بگونه‌ای هست که خود رژیم میدونه رو در رو با مردمان ایرانه، با مردمان سراسر ایران در یک اتحادی شگرف. این جمله را بذارید بگم، از 20-30 سال گذشته بعد از جریان لیبی و سوریه و عراق و بعدا یمن و اینا، خیلی تبلیغات کرده رژیم که ما اگر این پاس از سر مرزها را نبندیم ایران سوریه میشه، تجزیه طلبی میشه، چیزی که الان سلطنت طلبها با وقاحت تمام در این اهانت رو به ملل ساکن ایران میکنن. ما ببینیم برعکس، اتحاد درخشان 85 میلیون ساکن ایران در مقابل ارتجاع استبداد مذهبی، وقتی که آخه این مسلمان به سنی ها رحم نمیکنه، اونجا قتل عام میکنه، یعنی کسی که حتی در چیز دینی خودش هم به باور نداره، اون کسی که نزدیک نیروی خودش رو برای مخالف قتل عام میکنه، بنابراین اینجا مردم یک پارچه هستن در مقابل این رژیم، تردید ندارم. بله رفیق حسن، ما از روزهای آغازین اعتراضات مردم در ایران شاهد بودیم که صنف‌های مختلف، مادران، از حالا بگیم نام ببریم، از کارگران نفت و پتروشیمی، از معلمان، از دانشجوی دانشگاه‌های مختلف در سراسر ایران، کارگران ساختمانی، کامیونداران، با دادن اطلاعیه و بیانیه مدام از مردم پشتیبانی کردند، التیماتوم به رژیم دادند و در چند روز گذشته دیدیم که عده‌ای دانشجو یک نوشته بسیار رادیکال و پرمحتوا را برای سایت نقد فرستاده بودند. 12 آبان مجمع مادران پیشرو بیانیه داده بودند و مادران آبان، مادران پارک لاله. به نظر شما بودن یا دادن اینجور اطلاعیه ها و بیانیه ها چقدر میتونه تأثیر بذاره بر روند پیشروی این انقلاب؟ اولا این اطلاعیه خودش روحیه و اعتماد به نفسه اونهایی که در میدان کارزار هستن بیشتر میکنه. خوشبختانه ما در یه موقعیتی هستیم که ترس مردم نه فقط فوری ریخته، ابهت رژیم پوشانی شده. 15,000 نفر رو میگن حداقل گرفتن، نزدیک 300 نفر رو به شکل فجیعی کشتن که 47 تاشون بچن. ولی میبینید که و هیچ کدام از کشور مناطق جغرافیایی ایران عقب نشینی نکردن. سازمانگری محلات و کمیته ها به شکل مخفی و غیر مخفی در حال گسترشه. هر کسی که در جنبش خودش شده به یک سازمانگر. بنابراین این اطلاعیه ها، این فضا انرژی میده، به اعتماد به نفس اضافه میکنه. رفیقانی میخوام یه مطلب کوتاهی رو بگم اینجا. همه میگن که کارگران بایستی سریع بیان اعتصاب کنن، تایید تکلیف کنن. عزیزان من، انقلاب 57 که من 77 سالمه او رو تجربه کردم، از زندان شاه آزاد شدم در آبان 57 و با این انقلاب بودم دوباره تو همین جمهوری اسلامی تا پای مرگ پای اعدام رفتم، دارم بانه تجربه عرض میکنم.
ما زندان بودیم. انقلاب که آغاز شد 1.5 سال طول کشید تا عرض کنم میدان ژاله پیش آمد. همینجور گام های کوچک حرکت بود و به مرور این به بهمن تبدیل شد و الان عجله‌ای در کار نیست. اینجوری که فکر نکنید که این رژیم سرتاپا مسلح هنوز اراده مقاومت نداره، نه. اما میبینیم در این 50 روز سیاه روی سفید شاهدیم که گام به گام جنبش عقب میره و رژیم جمهوری اسلامی چهره کثیف جنایتکارانه و فاشیستیش نشون میده، راه به جای نمیبره. رفیق کاری جان بزنم یه مثال برای شما بزنم، برای بینندگان میخوام بزنم. این توماج در نظر بگیرید. توماج یک جوان خواننده رپه که با جسارت تمام اعلام کرده و در کنار مردم اینو میبرن زیر شکنجه های جبهه مقاومت انسانی. یک اندازه داره، تلاش کردم که بشکنن، فقط 10 ثانیه کلمه من پشیمانم است. توماج که آمد سراسر ایران فریاد زنده باد توماج باید آزاد بشه شد. در چنین فضایی دیگر این داستان ها بیرنگه. اما کارگران نان باید ببرن خانه، کارگران شام باید ببرن خانه، کارگران اونجا زندگیشون هست، بچه هاشون هستن. کشمش به خود نیست که سوت بلبلی بزنیم تمام کارگران نفتگران، نه، اون در یک روندی شکل خواهد گرفت. ما نمی بایستی طبقه یک به ویژه کارگران صنعتی رو زیر فشار قرار بدیم که اگر اعتصاب نمی‌کنن اونها اعتصاب خواهند کرد. اونها همین الان همسرانشون، فرزندانشون، خانواده‌هاشون تو این جنبشن. من دیروز در گفتگو گفتم که در شما زمان این رضا پهلوی 5-6 دانشگاه بود، شما و همش هم از طبقات متوسط و نسبتا مرفه میتونستن برن دانشگاه. شما الان 200 دانشگاه دارید، یعنی چندین هزار دانشجو فرزندان کارگرانن. خودشون هم میگن فرزند کارگرانیم، کنارشان میمانیم. یعنی فرهنگیان هم همینجور، فرهنگیان نرفتن خونه بشینن. فرهنگی قبل که این جنبش شکل و جان بگیره با اطلاعیه ها و اعتصابات معلمان آغاز کرد. الان فرهنگیان در پخش در جنبش عظیم دانشجویی، در جنبش عظیم معلمان و دانش آموزان و اساتید، همه جا فرهنگیان حضور دارن. بازنشسته هم همینجور. شما اون عزیز سن سال منو، اون خانمی رو که روسری از سر برداشته با موهای سفید در خیابان میره نمیبینید؟ اون بازنشسته است. یعنی بازنشسته ها در میدانند، معلمان و آموزگاران، فرهنگیان در میدانند، خانواده کارگران و خود کارگران به صفت فردی در میدانند. اما فرصت ایجاد کنیم که گام به گام اون عزیزان در سازماندهی پیش و محکمشون ظرفیت بقا داشته باشن. برای این کارم بایستی صندوق اعتصاب تدارک دید. مگر میشه کارگر کار نکنه نام بخوره؟ ببخشید عذر میخوام. یعنی به نظر شما موانع این که کارگران به عنوان یه طبقه با پرچم خودشون، با شعار خودشون کنار مردم بیان، هرچند که الان اشاره کردیم و ما میدونیم که کارگران در کل، میگم کل طبقه کارگر مثل فرد در خیابون ها هستن قطعاً، اما مثل طبقه با شعار خودشون، با پرچم خودشون، موانعشون چیه؟ یکی از موانع میتونه این صندوق باشه؟ موانع صندوق هست، دستگاه امنیتی جهنمی است، در زندان بودن بخشی از این کارگراست، مثل رضا شعابی و دیگران، خانه نشین کردن بخشی از کارگراست که من نمیخوام به خاطر امنیتشون از اونا نام برم، ولی اونا چهره‌های بسیار شناخته شده از بعضی‌ها شما میشناسید که اینجا با وضعیت حرف میزنید. مردم کردستان میشناسن زیر چنبره نگه داشتن اینها، ولی جوانهای کارگر در حال سازمانیابی هستند. در همون اقدامی که اصلویه در اون 3-4 روز اول رو بخشی از کارگران پروژه نفت اعتصاب آغاز کردن، یک جمعیت قابل توجهی شون بازداشت شدن. خب شما این نگاه کنید رفیقانی عزیزم، بایستی ببینید که در یک کارخانه همه کارگران که همزمان و در یک سطح
از یک آگاهی سیاسی، آگاهی انقلابی، آگاهی طبقاتی برخوردار نیستن. ولی این اعتصاب باید خودش رو تلاش بشه که این جمعیت عظیم با یک نقطه اشتراکات قابل تاکید با گام‌های سنجیده به میان پیدا بیاد. امروز اعتصاب کنن، فردا اعتصاب در هم شکسته بشه که کاری رو از پیش نمیبره. بنابراین من معتقدم در لحظه تاریخی کنونی زیر فشار قرار دادن کارگران ما به مثابه یک طبقه، به ویژه در واحدهای صنعتی، امروزه مفید نیست، حتی میتونه مخرب باشه. ما باید فرصت بدیم و بسترسازی کنیم، از جمله صندوق اعتصابه. فقط صندوق اعتصاب نیست که امنیت ها و تدارکات امنیتی متنوعی باید تدارک دیده باشه. خود اون سازمانگران دارن این کارا میکنن و تجربه دارن. این جنبش بزرگ عظیم ستایش انگیزی است که در سال قبل 4100 اعتصاب و تحصل سازمان داده، کار کشته هستن. دیگه الان کارگران ایران متکی به 20 تا 30 تا رهبر سابق طبقه کارگر به تنهایی نیستن، اونا عزیزن، اونا رو همیشه محترم میدونن. ولی الان نسل جدید و کارگران دیگه کارگران بی‌سواده 50 سال پیش نیستن که اکثر بابا لیسانسن، دیپلمن، حداقل تحصیل کردن، از دانش سیاسی اجتماعی برخوردارن. یعنی ما با یک طبقه کارگر نسبتاً آگاه به منافع طبقاتی خودش رو در روییم، باش بهش اعتماد کنیم، به توانایی و داناییش اعتماد کنیم، زیر فشار قرار ندیم. من چنین نظر ندارم که این حزب یا اون حزب، این گروه یا اون گروه، این طبقه و یا نیروهایی که احتمالاً سمپاتایی که در اونجا داره رو زیر فشار قرار بده. باید بستر سازی کنیم. این جنبش آغازشه، بیگمان تردید ندارم طبقه کارگر به مثابه یک طبقه به میدان خواهد آمد. به قول گرامشی امیران جدید ما هستند. در یک نظام سرمایه‌داری نئولیبرال نیرویی که به قول مارکس هیچ چیز جز از دست دادن زنجیرش نداره، نمیتونه در مقابل بیداد استثمار گرانه هیئت حاکمه کناری بشینه تماشا، چون به نان شبش مربوطه. الان سفره های اینا رو این رژیم روز به روز خالی تر کرده. اونا کارگران به نام مارکس، به نام کمونیسم میان مبارزه کنن. کارگران برای حق زندگی خودشون، همسرانشون، فرزندانشون مبارزه میکنن. یعنی این نکته خیلی خیلی کلیدیه. مبارزه کارگران عینی‌تر از هر مبارزه دیگری است. ناشی از آرمان‌ها و ایده‌ها نیست، ناشی از حق زندگی کردن این مبارزه. بنابراین نیرویی که از زندگی کردنش میخواد دفاع کنه، از حق زندگی خودش، همسرش و فرزندانش میخواد دفاع کنه، اون نیرو در حاشیه نخواهد بود. فرصت بدیم، گام بدیم. بله، سپاسگزارم. از فعالین اسم بردید. شورای هماهنگی چند روز گذشته، فکر کنم 2 روز پیش، 2 تا بیانیه صادر کرده بود. یکی از این بیانیه ها در مورد سناریو سازی جدید جمهوری اسلامی نسبت به معلمین دربند. خب اطلاع دارین که چند تا از معلمان، اون هم معلمان سرشناس و خوشنام جنبش معلمان، به 15 سال زندان محکوم شدن و سناریوی جدیدی که برای 2 توریست فرانسوی، ژاک پاری و همسرشون، و همینطور 2 تا معلم خوشنام کردستان، این هدفش خب قطعاً یه سناریوی تازه است. اما چرا مدام داره این معلما، فعالین حالا کارگری، همه فعالینی که الان دربند هستن، داره اینطور فشار روی فعالین میذاره در حالی که اونا دربند هستن؟ و یه سوال خیلی کوچیک‌تر این که زندانی سیاسی آزاد باید گردد چقدر تأثیر میذاره در روند حالا آزادی، محاکمه، روحیه این فعالینی که دربند هستن یا حتی خود مردمی که در بیرون از زندان‌ها این شعار رو سر میدن؟ ببینید رفیق جان، این 2 تا معلمی که از پاریس، من چون ساکن پاریسم، از پاریس گرفتن، این معلما هیچ کار پیچیده‌ای نکردن. در فرانسه چند تا سندیکای کارگری مهمه مثل سجته
در سالهای گذشته از همین کارگران دعوت کرده، اینا رفتن تو سازمان جهانی کار جلوی نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی همون حرفای رو زدن که الان دارن میزنن. یعنی هیچ چیز پشت پرده‌ای وجود نداشته. رضا شهابی و حسن سیدی و داوود رزمی کارگران شرکت واحد که عضو سندیکاهای شرکت واحد، اینا به دعوت سندیکاهای فرانسوی از جمله سجته رسما دعوت شدن به فرانسه. اینا آمدن اجازه پاسپورت داشتن گرفتن رفتن تو سوئیس در سازمان جهانی کار همین معضلات و فضای استثماری رو بیان کردن که اینجا اجازه سندیکا نداریم، اجازه تشکل. بنابراین هیچ محمود صالحی عزیز از جمله اولین کسانی بودی که به دعوت این سندیکای بین المللی دعوت شد و حتی محمود رو بردن تو کنگره سندیکا نشوندن. بنابراین هیچ چیز پنهانی وجود نداره. در مورد آموزگاران کسی جسورتر از رسول بداغی نیست که در تمام این کلاب هاوسا در همه جا مطالبات آزادی خواهانه که از جمله مخالفت با تدریس دولتی و خیلی چیزها رو که در کنار دانش آموزان و علیه سانسور کتب درسی و گفته، چیز زیادتر از اون ندارن. رژیم جمهوری از اینها میترسه. اینجوری به شما عرض بکنم. و این سناریو نخنما دیگه اعتبار ارزشی نداره. اون دختر گل نویسنده‌ای که 2 تا جمله بردنش اینقدر زیر فشار و شکنجه قرار دادن، عضو کانون نویسندگان بود و آمد گفت که من اشتباه کردم. هر بار که همین کاری کردم، من از توماج برای شما مثال زدم. هیچ کس نمیپذیره توماج اشتباه کرده. میدونن این شکنجه های فوق بشری رو این رژیم با شقاوت انجام میده و اراده انسانی یک مرزی داره، اونا رو میخواد بشکنه. مردم دیگه، البته به شما این عرض بکنم، این سناریوهای نخنما رفیق جان مربوط فقط به جمهوری اسلامی نیست. رضا پهلوی و پدرش هم همین کار کردن. اون شوهای تلویزیونی که اونم می آوردن، زندانی‌ها رو غیبه و شکنجه میکردن. خودمون دور زندان بودم و ویران میکردم. حالا بیا تلویزیون بگو من نوکر آمریکا بودم. اون موقع شده روس بود، تو جنگ سرد بود. اون موقع باید ما میگفتیم که ما نوکر روسی. الان چون خودشون الان اینا با روسا درن میلاسن، ببخشید از این واژه، الان نوکر آمریکا هستن. یعنی دنبال خارجی، دشمن خارجی میگردن، حالا چه روس باشه چه آمریکا. این سناریو سازی های نخنما یادگار و ارثیه نظام شاهنشاهی است که به این نظام آیت اللهی کثیف که فرزند یگانه اونها بوده و فقط این نیرو بوده که جانشینی رو آمریکا یا امپریستا به این فرصت دادن، در ادامه مردم دیگر به این سناریوی های نخنما ذره‌ای بها قائل نیستند. من حرفمو میخواد بگم که با اینکه به قول شما این عزیزان در زندانن، باز این داستان رو میسازن، چیزی جز وحشت از اینا نیست. رژیم از اینا میترسه. اون دوره‌ای که مردم از رژیم میترسن تاریخش سپری شده. امروز رژیم وحشت داره، با امکانات محدودی هم داره. آخه شما نگاه کنید، رژیم داستان برجام رو چنان مالونده که هیچ کدام از اون تحریما سر تغییر نکرده. پولی که قرار بود به ایران بیاد لااقل بین آدم کشاش توزیع بکنه، اگر رو سفره مردم نیاره، اون پولم مایده شده. این سرکوب های تمام عیار و درگیری هایی که رژیم جمهوری در منطقه ایجاد کرده، منطقه رو به آشوب کشیده، از حزب الله لبنان تا حشد شعبی عراق تا در گرجس همه جا آدم کش تربیت کرده و پول نفت ایران رو اونجا خرج میکنه. بنابراین بحران در منطقه با آنکه ایجاد کرده، خودش رو در منطقه منزوی کرده، اینجا هم این راه گشایشی نداره. یعنی هم در منطقه در ایزولاسیون، هم در سطح جهان در ایزولاسیون. متحدش 2 تا قالتاقی هستن به نام چین و روسیه که خودشون تا خرخره درگیری های خودشون رو دارن و الان دارن میگن که این آقا پهپاد میفروشه به روسا که برن اوکراین بزنن. یعنی اوضاعی قد خراب. بنابراین هیچ راه رفرم اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی نداره.
این نکته هم تاکید کنم که از قبل این تحریم ها دلالان هیئت جمهوری آقازاده ها، نمایندگان هیئت حاکمه پولهای کلان به عنوان دلالی سرقت کردن به بهانه تحریم ها. جنس 2 تومانی رو 20 تومن به بازار ایران آوردن، قدرت خرید مردم رو صفر کردن. دلار میدونی الان چیه دیگه؟ با دلار به چی نزدیک به 40 تومن بقیه میشه نفس کشید. خب هیچ راه رفرم اقتصادی نداره، هیچ اعتبار جهانی نداره، هیچ اعتبار توی منطقه نداره. یک راه تیر تفنگ به سرکوب و این تا روز قیامت نمیتونه ادامه پیدا کنه. چرا؟ بالاخره این بسیجی ها تو محلات ما زندگی میکنن دیگه، بچه ها اینا رو میشناسن. من امروز یکی دو تا میبینیم که اینا میان ویدیو میدن، چشماشون رو میبندن دیده نشن، شروع میکنن. خانواده جانباز وقتی که میاد علیهش زره، همسر و دختر جانباز رو گرفتن چون پسرش رو کشتن. یعنی این شکاف در درون دستگاه سرکوب رژیم، نه بالایی ها. اونا الان تدارک دیدن فرار کنن اگر بتونن البته، ولی شکاف در درون دستگاه رژیم اون وضعیتی رو داره که متلاشی خواهد کرد. این یه رونده، این یک روند با گام‌های سنجیده پیش خواهد رفت. بنابراین رژیم الان یک اصطلاحی مارکس مطرح میکنه که همه میدونن که میگن موقعیت انقلابی، که در نقطه‌ای هست که پایینی ها نخواهند به شیوه گذشته به اینا حکومت بشن. دقیقاً ما الان در این موقعیتی، بالایی ها نتوانند به شیوه گذشته کن، یک بخشیش هنوز میتوانند، اونان که دستگاه سرکوبشون هنوز تخریب شده نیست، بقیهش همه ویرانه، نمیتوانند. این که سر بازگشت نداره از دید من. اگر یک دهانم لال، اگر 1% اینا بتونن جمع جور کنن، ایران دیگه به گذشته بر نمیگرده، چهره جدید ایران داره. خب اگر اینجوری هست، بنابراین اینا یک راه بیشتر جز سرکوب رو تا روز قیامت نمیشه ادامه داد. 15,000 تا در زندان هم 500,000 نفر نمیشه در زندان برد. 300 نفر کشتی، 30,000 نفر نمیشه کشت. هر کی که میکشی همون تعداد 40 میسازی، 7 میسازی، 3 میسازی، خانواده‌اش برام انگیزی، شهرش برام انگیزی. یعنی هر کبریت کوچکی که شما آقای رژیم به خانم‌های رژیم بیندازید، یک شعله عظیم از دلش علیه شما شعله برخواهد شد. ما در یک همچین نقطه تعیین کننده هستیم که مثل نمیخواهندهای پایینی ها، بالایی ها به نقطه نمیتوانند ها دارن میرسند. یعنی اون نقطه است که بهش بگن موقعیت عینی انقلاب. البته من میخوام اینم، چون شما در جایی هستید که احزاب و نیروهای مسلح وجود دارن، خوشبختانه و با هوشیاری تمام از امکانات نظامی استفاده نمیکنن، چون رژیم از خدا میخواد که در مهاباد در گذشته 4 تا رگبار بسته بشه، 2 تا سرباز پاسدار جانی کشته بشه، بهانه بتراشن و قتل. خیلی هوشیارانه به شکل انتفاضه سنگ میزنن در مقابل گلوله، موتورشون آتش میزنن. دفاعمشون درسته. به یک نقطه‌ای خواهد رسید که ایران با یک اعتصاب عمومی سراسری و یک مبارزه مسلحانه تودی، چون این رژیم بدید که کنار بره. اون حرف مزخرفی که خشونت پرهیز، خشونت ما که مردم ما ببینیم خشونت پرهیزن، خشونت پرهیزتر از این که بچه هاشون رو میکشن، اونا فقط جنازه رو به دست میگیرن فریاد میزنند. مگر برای بچه مردم کردستان و خیلی از مناطق ایران دست به تفنگ بردن سخته؟ نه، ولی این هوشیاری وجود داره. ما در یک اعتصاب عمومی سراسری با یک قیام مسلحانه توده‌ای مجبوریم در مقابل این رژیم بسیم بخواب. ولی تا اونجا گام‌های سنجیده، سیاسی، اعتراضی، تدارکاتی، سازمان یافته، هوشیاری، کشیدن اکثریت عظیم به میدان کارزار، ترس در اون لایه‌هایی که نگرانن از بین بردن، محافظه‌کاری در مورد کسانی که به فردایشون فکر میکنن در هم شکستن، اعتماد به نفس اونها که در صحنه هستن تقویت کردن، ویژگی‌هایی است که الان امروزه جنبش انقلابی، جوانان عزیز ما، زنان مبارز ما و
و احزاب و سازمان‌های چپ و کمونیست به عنوان یک وظیفه لحظه به لحظه به دوش دارن. بله. البته این تشخیص درست احزاب رو ما در سیستان و بلوچستان هم دیدیم، می‌بینیم، می‌دونیم که اونجا هم عشیره‌های بزرگی هستن که مسلح هستن، اما خوشبختانه با اون همه سرکوبی که برای نمونه دیروز در خاش دیدیم، بازم اونام دست به اسلحه نبردن و این جای امید و خوشحالی داره. خب شما از این حرف زدین که آنچه که عینیه و داریم میبینیم انقلابه و اون از این حرف مارکس میاد که پایینیا دیگه بالایی‌ها رو نمیخوان، بالایی‌ها هم دیگه نمیتونن اون چه که پایینیا میخوان رو بهشون بدن و قطعا جمهوری اسلامی نمیخواد و نمیتونه که خواسته های مردم ایران رو برآورده کنه و ما میبینیم که روزانه از روز اول این اعتراضات تا به امروز روزانه تاکتیک ها داره عوض میشه، از خیابونا به محله ها کشیده شد و چند روز گذشته این بود که به کوچه ها اعتراضات ها بکشونید و حتی هر روز در یه جایی، در یه نقطه‌ای، در یه شهری متفاوت و مختلف، یعنی متمرکز نیستن. روزانه تاکتیک ها عوض میشه. اشاره کوتاهی داشتیم به آینده این انقلاب. حالا در کوتاه مدت یا میان مدت نظر شما به طور کلی در این مورد چیه؟ آیندهش چی میشه؟ با تایید دربست اونچه که شما الان این نکته ها رو گفتید، بگم آقای بگن رهبر نداره، کله نداره، یه رهبر کاریزماتیک نداره، یه امام زمان نداره. به قول فروغ و فرخزاد شاعر، نجات دهنده در گور خفته است مردم. نجات دهنده شمایید، رهبر شمایید. رهبری ایران از دید من با خودسازمانی یابی نیروی کار زحمت داره شکل بگیره. آقا شما میبینید این تاکتیک هایی که شما رفیق جان داری صحبت میکنی، این تاکتیک ها رو کسی یواشکی به اینا دست العمل نمیده که این قدرت خلاق نیروی در صحنه است که خود دشمن رو در مقابلش میدونه، ضد تاکتیک میزنه، نیروهاش پراکنده میکنه و فلج میکنه. این نشان دهنده هوشیاری و رهبری است. رهبران ما یا در زندانند یا در میان نیروی کار هستند یا در میان جوانان و اساسا زنان هستند که به خودسازماندهی خلاق رو داریم میبینیم ما. بنابراین نجات دهنده در گور خفته است. مردمان خودشون نجات دهنده و امروزه او را دارن تجربه میکنن، این رو حرکت میکنن. اون باز اون جمله که از لنین من گفتم، حالا مارکس هم میگه که یک اقدام لنین در چند روزه میتونه به اندازه چند سال تجربه در جنبش انقلابی متوجه. داریم اینو میبینیم ما داریم اینو میبینیم که جوانان چطور کارزار علیه دشمن که کمترین تلفات بدن، هم از زاویه کشته هم از زاویه بازداشتی، بیشترین دستاورد دستش بدن و هر جام که نیاز باشه بستر مادیش فراهم بشه، جمعیت میلیونی عظیم جمع میشن، مثل سرخس، مثل بلوچستان، مثل عرض کنم که روز تبریز، مثل دیروز کرج، مثل خاش. یعنی شما میبینید که بستر و بعد اون فرم شبانه که در تهران وجود داره فلج کرده رژیم رو. این هم یه نکته دیگه است. بله همین الان که ما داریم با هم حرف میزنیم، شهرهای اندیمشق، تهران، مریوان، سنندج، یزد، اهواز، خمینیشهر و سقز مردم به خیابونا اومدن، دارن روی دیوارا شعارهای مختلفی می‌نویسن، با روشن کردن آتیش راهبندان درست میکنن و شعار میدن. این یکی از همون نمونه تاکتیک هایی که داره هر روز عوض میشه. خب به عنوان آخرین سوال میخواستم شما به عنوان یه چهره شناخته شده و سرشناس که تمام عمرتون رو برای آزادی و برابری مبارزه کردین، چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ البته ما بارها اینو گفتیم و من بازم تکرار میکنم که ما نمیتونیم هیچ راهکاری به مردم بدیم که اونا خودشون در محل هستن، شرایط رو میبینن و اونا میتونن بهترین راهکار رو عملی کنن. اما به عنوان یه پیام که بگیم رفیق من، مثلا ما این تجربه رو داشتیم، شما چه پیامی برای این مردم دارین که الان در خیابون‌ها هستن، برای اینکه تجربه انقلاب 57 دوباره تکرار نشه، تاریخ تکرار نشه و از بالای سر مردم دوباره یه رهبر و
به قول معروف رهبر تراشی نکنن برای مردم ایران. درود بر شما رفیقانی. من که واقعا باید بگم بدون تواضع و فروتنی علیکی، معلم ما الان جوانه هستند، معلم خود بنده که اینجا نشستم. یک نکته کلیدی هست، ما اون رو تجربه کردیم. میخوام بگم شما مواظب باشید در شرایطی که همه مدیای جهانی از صدای آمریکا، BBC، به ویژه تلویزیون های مزدور مثل ایران اینترنشنال، من و تو و امثال او مرتب میکوشن یک بابایی را به نام نوه رضاخان میرپج به مردم تحمیل کنند و هرچی هم جان میکنن. هیچی تو ایران نمیگه زنده بادشاه. لااقل 7 سال پیش تجاره دیما یه دی میگه در رضا شاه رو شد، از اون ناس حالا گذشته. بنابراین شما میبینید که ولی میکوشن امپریالیسم آمریکا همون کاری که در 57 کرد و برای اینکه در جریان جنگ سرد جلوی رشد رادیکالیسم جنبش انقلابی رو بگیره، به سرعت برق از تنها حزب عملی که تا روستاها نیرو داشت تا مغز و استخوان مرتجع بود و طرفدار مالکیت خصوصی که با پول اوقاف شاه تقویت میشد و فربه میشد رو به جای شاه وان جانشین آورده. در کنفرانس گوادالوپ ارتشبد چه فرستاده، ارتشبد ایران رو مجبور به بی‌طرفی کرده، ارتش دست نشانده خودش رو فلج کرد تا خمینی اسیرکش رو ببره نفرشتو از اونجا بیاره. 43 سال زندگی مردم رو ویران کنه. حرف من چیه جوانان؟ انقلاب همگانی انقلاب همه با هم نیست. ما باید آلترناتیو های روشن خودمون رو داشته باشیم. اینجا همه چیز نمیتونه در. اگر در خارج کشور برید دعوای پرچما نیست. سلطنت طلبها با چاقوکشاشون گردن کلفتاشون به زور میان توی تظاهرات اون پرچم شیر خورشید نشان اون خنجر شمشیر قتاله‌اش رو، اون خورشید نر با خنجر قتاله رو به میدان میکشن تا مصادره کنن این تظاهرات خیابانی رو. خب بدونید وقتی اینا تلاش میکنن تظاهرات خیابانی رو مصادره کنن، به طریق اولا تلاش میکنن جنبش انقلابی شما رو به نفع ارتجاع مصادره کنن. جریان‌های از نوع شورای مدیر گذار پسر آیت الله شریعت مدینی یا جمهوری شورای مدیر تصمیم یا زهرمارهای دوربر رضا پهلوی، فرشکرد و هر ریز درشت دیگر و بخش بزرگی از بورژوازی ایران که به هر قیمت خواهان حل و فصل هست که فقط این حکومت سیاسی جمهوری اسلامی بیاد پایین، یک نیروی سیاسی بره جاش، اما همین نظام ستمگره ضد آزادی و استبدادی رو سر جاش نگه داره. چپها، کمونیستا، نیروهای مترقی به انقلابی آلترناتیوشون این هست که نه، سرنگونی جمهوری اسلامی کافی نیست، اون گام نخسته، وظیفه مقدمه. از همین الان بایستی ما جایگزینی جمهوری اسلامی در دیکتاتور بگیریم. معناش چیه؟ یعنی انکشاف یک انقلاب سیاسی به یک انقلاب اجتماعی، یعنی در هم شکستن ماشین دولتی سرمایه‌داری، یعنی در هم شکستن نظام. من دیروز توی گفتاری گفتم اینجا میخوام جلو بگم هر وقت تمام کنم. ببینید شما با حوصله ممکن حرکت کنید، بگید آزادی است دیگه، مردم فعلا آزادی بود. برای آزادی حتی بیان در کشورهای پیرامونی سرمایه‌داری اگر بنیانهای نظام استثمارگر سرمایه‌داری ویران نشه، نامتحققه. در کشورهای پیرامون سرمایه‌داری خصلت سرمایه‌داری استبداد تولید می‌کند. برشت، حرف آخر با برشت بزرگ تمام، برشت شاعر نمایشنامه بزرگ آلمانی جمله قشنگی خطاب به بورژوازی طرفدار آزادی ها میده. میگه آزادی های بگیر، پسر خواننده است که همشهری ما از عزل چیه، من رشتی هم آمده گفته که من قبلا اداره جو بودم، الان آزادی خواه هستم. این پاپ میخونن تو آمریکا، اسمش یه لحظه یادم رفته. رفیقانی اگر شما بیاد دارید بگید. منم نمیدونم. آره حالا شاید هم بیاد این لحظه بگم. این آقا نجفی، شاهین نجفی،
این پسر شاهین نجفی بله همین که ربطش داده شاه و ستمگر رو ربط داده به مجاهدین. الان نوکر رضا پهلوی شده و تا ساواک دفاع میکنه. خب در چنین لحظه ای برش میگه که خطاب به اینا که مدافع اگر شما اگر انقلاب بکنید، شما آزادی را بنیان کنید، کارگران بخوان مثل کارگران هفته پیما بگن بخش خصوصی بعد از کارخانه بره، کارگران اداره شورایی رو میخوان کارخانه، شما به عنوان حافظ نظم چی میکنید؟ یک راه بیشتر وجود نداره، لوله تفنگ تو رو جلوی سینه کارگران ببرید. بنابراین آزادی شما موقته تا اونجایی معنا داره که مناسبات استثمار انسان از انسان رو زیر خطر قرار نده. به محضی که قرار داد چهره کثیف و خشن بورژوازی خودش نشون میده، نه در ایران، در پاریس، در لندن، در جنبش وال استریت آمریکا، همه جا که جنبش کارگری، جنبش طبقاتی خصلت تندتری میگیره، چهره خشن سرکوبگر سرمایه‌داری حتی در این کشورهای متروپول خودشو مینمایانه. فاشیسم از دلش در میاد. مگر این هیتلر از آسمان نازل شد؟ هیتلر از در بحرانی نازل شد که از همین چیزا نمیخوام وارد داستانش طولانی میشه، سانسور میکنم. میخوام بگم به نام امثال این شاهین نجفی مزدور پشیمان از گذشتهش و همه اونایی که میگن فعلا آزادی، باید بدونن در سر خودش رو کلاه میذارن. برای تأمین آزادی باید ساختاری که آزادی کشه رو از بین برد و اون چیزی نیست جز نظام استثمارگرانه جابرانه سرمایه‌داری که در نقطه نهایی لغو کار مزدی است. بله اشاره داشتیم به حرف شاهین نجفی. خب شاهین نجفی این شعار نشاه میخوایم نه رهبر مرگ بر ستمگر رو ربط داده به مجاهدین، در حالی که اکثر دانشجوها و بیشتر مردم هم در خیابونا دارن این شعار رو سر میدن. یعنی شاهین نجفی میشه گفت حکم اعدام و سلاخی دانشجوها رو داده. نمیدونم با چه رویی میخواد که از این قیام و این انقلاب دفاع کنه. کانی جان مزدور بابا به اینا پول امکانات میدن. عزیز جان من، این پسر شاهین نجفی از بچهای انزلی است. من دستم چلاق بشه که اون موقع که این علامه شعار انقلابی من 4 تا کتاب شعرمو برای این بابا امضا کردم. امیدوارم اونها آتش بگیره. یعنی این آدم وقتی منافع تأمین میشه، جایگاه طبقاتی آدم ها عوض میشه، تمام ارزش های انسانیشون دگرگون میشه. گذشته که مرگ بر ستمگر نشاف که به وصل کردنش به مجاهد بگو آقا بی عقل نادان، نمیخوام حرف تندتر بزنم. تو اگر تونستی این مریم ماهتابان که میخوام ببرنش به ایران رو راضی کردی، روسریشو لچه خاصرش برداره، اون وقت میتونی بگیم که اون میگه که مریم ماهتابان اینا دعای کمیل میخوانن. چه اونا نشاهن نشق یعنی چه؟ اونا بخشی از شیخند. بنابراین این یعنی اینکه جنبش انقلاب برای رژیم فرصت و مشروعیت ایجاد میکنه تا جنبش انقلابی جوانان و به ویژه دانشجویان رو به خون بکشه. یعنی در جنایات جمهوری اسلامی امثال شاهین نجفی به شدت شریکند. تمام. بله خیلی خیلی ازتون سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتین و در تلویزیون ما و در برنامه ما یک بار دیگه حضور پیدا کردین. خیلی ازتون ممنونم. من با که پیرانه سرم مدل حرف زدنم هیجانی است، چه در برنامه زنده چه در برنامه غیر زنده. اگر به این شیوه هیجانی حرف میزنم خوشایند عزیزانی نبود، از قبل پوزش میخوام، ولی این کاراکتر منه که من این مدل حرف میزنم با پوزش. نه اختیار دارین، اتفاقا صدای بسیار رسا و پرانگیزه دارین. خیلی ازتون ممنونم. برنامه ما زنده است و وقتش داره به اتمام میرسه. میخوام تا وقت هست باهاتون خداحافظی کنم. رفیق حسن حسام، عضو سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر از پاریس. درود بر شما. پیروز باشید مردمان ما در ایران، در سراسر ایران. همیشه در خدمت خواهم بود. رفیق خانم، خوشحال میشیم.
بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان بخش دیگری از برنامه زنده ویژه اعتصابات و اعتراضات در سراسر ایران رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا دیداری دوباره شاد و سربلند باشید. به امید پیروزی. بشنو حدیثی دارم، چشمان خیسی دارم، شعر نفیسی دارم، لحن سلیسی دارم، بنگر چه حالی دارم، قصد جدالی دارم، من شور و حالی دارم، تقدیر و فولی دارم، در سر هوایی دارم، بانگ صدایی دارم، در دل نوایی دارم، من نی نوایی دارم، صبح پگاهی دارم، از نو نگاهی دارم، دیده براهی دارم، فرخنده ماهی دارم، من آفتابی دارم، شمشیر نابی دارم، روز حسابی دارم، خشم و عذابی دارم، شیر ژیانی دارم، گرز